وضعیت سخت خیته بیریخت داغونم، کلی پاسدار از نظام ریخته میدونم. هی میگن روزه هم کشکیه و آب توشه، ترسم اینه نظاممون یه روز جاروشه و بره به جهنم. هممون با هم دیگه داریم میریم به جهنم. خودکشی آمد باید بازم به جهنم. وقتی ریشم به حتم گره خورده جهنم، ترس فتنه ها زودترن و برده. ضربه ها از چپ و راسته میخورن توی سرم این روزا. ندارم نیابتی کتلت سوخته شدن برام همون دلسوزا. یکم عجیبه ولی تمام این نظام در خطره. دیگه از یه جایی به بعد باید بگیم امام ماها رو ببره، بره به جهنم.